هنوزم خیلی‌ها نمیدونن وقتی توی روید میخوان تیپ بندی فامیلی هاشون رو نشون بدن، میتونن یک تصویر کوچولو از اون توی جدول تیپ بندیشون قرار بدن. بریم با هم ببینیم چه شکلی میشه این کارو انجام داد. زمانی که شما یه دونه جدول ایجاد میکنید از اون فامیلی مد نظرتون، میتونید به یکی از این ستون‌های ستون جدید اضافه بکنید تحت عنوان ایمیج. کافیه یه دونه از ستون‌های آخریتون رو انتخاب بکنید، اینجا اینسرت رو بزنید و از این قسمت گزینه ایمیج رو دابل کلیک کنید تا بیاد داخل جدولتون و اوکی بکنید. میبینید که اینجا برای شما یه دونه ستون اضافه کرده که میتونید برای هر فامیلی یه دونه عکس تعریف کنید. حالا چه جوری برای مثلا این پنجره‌ای که توی ردیف اول هست یه دونه عکس درست و حسابی از خودش در محیط پروژه مثلا به صورت اندازه‌گذاری شده خروجی بگیرید. وارد یکی از پلان‌ها میشم که اون پنجره مثلا داخلش کار شده، انتخابش میکنم و روی کیبورد حرف B و X رو میزنم تا یه دونه سلکشن باکس دورش بیاره و توی محیط سه‌بعدی اون رو به من نشون بده. من الان فقط خود پنجره رو میخوام نمایش بدم. به جای اینکه بیام اینا رو هاید بکنم، خود پنجره رو انتخاب میکنم و H و I رو روی کیبورد میزنم تا به صورت ایزولیت شده اون رو به من نشون بده. حالا مثلا ورک پلینم رو میندازم روی نمای جلوی این پنجره تا بتونم یه دایمنشن از طول و عرضش خیلی راحت. وقتی که پرسپکتیوم رو اوکی کردم و اندازه گذاریم اوکی بود، میام اینجا و یه دونه خروجی عکس از کارم به راحتی میگیرم. اینم شد خروجی عکس ما از حالت سه‌بعدی اون پنجره با ابعاد مد نظره. حالا میام مجددا وارد جدول میشم و از این قسمت اون عکسی که میخوام رو برای اون تیپ پنجره با دابل کلیک بهش معرفی میکنم و عکس رو اینجا جایگذاری میکنه. الان براتون سوال پیش میاد که این عکس رو کجا پس میتونه توی جدول به ما نمایش بده؟ خیلی راحت، داخل شیت بندی. من یکی از شیت هایی که داخل پروژه داشتم رو اینجا آوردمش و اون جدول تیپ بندیم رو کافیه اینجا درگ بکنم و بیارم داخل شیت قرارش بدم و میبینید که برای اولی که عکس رو تعریف کرده بودیم توی جدول به ما عکس رو داره نمایش میده به همین راحتی.